ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. سلام عرض ادب و احترام، وقت همه شما بخیر. امیدوارم جور صحت و سلامت باشید. امروز موضوع تیوی رو درباره کانول چیست، تعریف کانول، همه چیز که باید بدانید درباره کانول براتون میگم. کانول عبارت از یک تیوب پلاستیکی کانولا می باشد که داخل رگ خون می شود. برای تزریق مایعات ادویه ها می باشد. کانولا از نظر سایز یا گیج یا اندازه درجه 7 قسم است که بزرگترین شماره 14 و کوچکترین شماره 26 است. هر قدر سمت عدد بزرگ برویم سایز کانول کوچک می شود. اندازه های مختلف گیج انژیوکیت ها و رنگ های مربوط: 14 گیج رنگ نارنجی یا سرخ، قطرش 2.5 میلیمتر، طولش 45 میلیمتر است. این بزرگترین اندازه است و برای شرایط اضطراری یا تزریق مایعات و خون در حجم بالا استفاده می شود. 16 گیج رنگ خاکی، طول 45 میلیمتر، قطر آن 1.8 میلیمتر باشد. این اندازه نیز برای تزریق مایعات و خون در حجم زیاد با شرایط بحرانی و برای ورزشکاران زیاد کاربرد دارد. گیج 17 به رنگ سفید تازه است. اگر دیدین تعجب نکنین، او هم یک نوع گیج کانول است، به رنگ سفید رنگ است. 18 گیج رنگ سبز، 18 گیج رنگ سبز، طولش 45 میلی متر، طولش 45 میلی متر، قطرش هم 1.3 برای تزریق سریع مایعات و داروها در شرایط خاص مانند جراحی باشد. در شاک، عملیات خانه، عاجل استفاده می شود و برای انتقال خون هم بهترین کانول است. 20 گیج رنگ صورتی یا گلابی، طول این کانول 32 میلیمتر است، قطرش هم 1.1 میلیمتر است. برای تزریق مایعات و داروها در شرایط عمومی و معمولی استفاده می شود. این اندازه پرکاربرد است و بر خانمان زیاد استعمال دارد. 22 گیج رنگ آبی که معمولا شما زیاد تماشا میکنید و زیاد استفاده دارد. 25 میلیمتر است قطرش، طولش قطرش 0.9 میلیمتر. این اندازه برای تزریق داروها و مایعات در شرایط کمتر اضطراری به ویژه برای افراد بالغ و سالم استفاده می شود. 24 گیج رنگ زرد، قطرش 0.7 میلیمتر است، طول این کانول 19 میلیمتر. این کوچکترین اندازه معمول برای بزرگسالان است و برای بیشتر افراد مسن، اطفال و کسانی که رگ‌های ضعیف دارند استفاده می شود. 26 گیج رنگ بنفش یا یاسمندی، طول این کانول 19 میلیمتر، قطر عارضش 0.5 میلیمتر یا نیم میلیمتر است. این اندازه نادر است و برای کودکان یا تزریقات دقیق و کم حجم استفاده می شود. کودکان نوتولد تا 28 روز و در بعض روایات گفته ها تا 6 ماه و 5 ماه هم کاربرد استفاده داره. انتخاب اندازه مناسب، چگونه یک انتخاب کانول بکنیم؟ انتخاب اندازه مناسب انژیوکیت یا کانول به عوامل مانند وضعیت مریض، نوع معالجه و حجم مایعات یا داروها مورد نیاز بستگی دارد. برای مثال در مواردی که نیاز به تزریق مایعات یا خون سریع است، از انژیوکیت های بزرگتر مثلا 14 یا 16 گیج استفاده می شود، در حالی که در تزریقات آرامتر یا آهسته در مریضان با رگ‌های نازک اندازه های کوچکتر مانند 24 گیج مناسب تر خواهند بود. تزریق خارج از رگ، تزریق خارج از رگ یک ادویه ممکن است منجر به درد، تأخیر درجه از پای صدمه بافتی شود. در صورتی که pH ماده تزریق شده بسیار پایین یا بسیار بالا باشد، چنانچه حجم تزریق شده زیاد بوده و پوست برآمده شده و اسکیمیک به نظر برسد. باید پروکائین 1% در ناحیه مورد نظر تزریق شود. پروکائین یک گشاد کننده حروقی است. این دارو هم خون رسانی به ناحیه و هم تخلیه سیاه رگی را افزایش داده و باعث بیرون راندن دارو از بافت بگردد. البته بعضی اشخاص جدید یا
افراد ماهر اشتباه صورت بگیره و کانول باید چند ساعت در دست به سوال همگی است که کانول ما چند وقت باشه. دوستان عزیز کانول میتونین که همیشه وصول کنین، یک روز با دو روز با تبدیل کنید و دلیل از اینکه بعض اشخاص کانول نگاه کردن نمیتونه، یا کانول تر میشه یا کانول به جای میشه و یا هم پیچکاری تیر نمیشه، پوندیدگی به وجود میاد، ورم به وجود میاد. کانول باید چند ساعت در دست باشد. معمولا یک کانول داخل ورید میتواند از 24 تا 48 و تا حد اکثرش 72 ساعت در دست باشد. اما در صورت عدم رعایت حفظ الصحه شما باید کانول خود را تبدیل کنید. کانول ها مسیر بالقوه با میکروارگانیسم ها برای ورود به جریان خون بوده و در نتیجه انواع عفونت های موضعی یا سیستماتیک را